سلام، من ملینا هستم با یه چی بزنیم دیگه از پارادایم. امروز قرار راجع به این صحبت کنیم که اصلا این ورزش و این سبک زندگی سالم رو از کجا شروع کنیم. و آخر ویدیو یه نکته کاربردی دارم براتون که همین الان میتونید امتحانش کنید. پس همراه من باشید. 100% همه ما حداقل یه بار تو زندگیمون تصمیم گرفتیم که ورزش کنیم و با شکست مواجه شده و گذاشتیم کنار. و خب همیشه هم سوالمون این هستش که خب چجوری میشه این سبک زندگی رو ادامه داد و طوری که اصلا فکر نکنیم به ورزش کردن، مثلا به تصمیم گرفتنش فکر نکنیم، فقط بریم انجامش بدیم. خب اصلا خیلی دور از ذهن برامون که این اتفاق رخ بده. مثل مسواک زدن یا مثل غذا خوردن که خیلی از اوقات اصلا دیگه بهش فکر نمی‌کنیم، فقط انجامش میدیم. ورزش کردن خیلی برامون سخته که بخواد تبدیل به این عادت‌ها بشه. و خب خود منم مثل شما، مثل هر کسی دیگه تو این مرحله بودم. قطعاً همه مربی‌ها، همه ورزشکارا تو زندگیشون همچین مرحله رو تجربه کردن و حالا هر کسی یه سبکی داره برای خودش. که من تو این ویدیو قراره حالا سبکی که با شاگردام امتحان کردم با اکثر افراد و خب خیلی جواب داده رو میخوام باتون به اشتراک بذارم. اول از همه این که خب یه چیز کلیشه‌ای هستش که هممون میدونیم که اون اول کاری رو میخوای انجام بدی، هیچکس اونجوری انگیزه نداره و فقط باید خودش رو مجبور کنه. تا حد خیلی زیادی من باش موافقم و مخالف انگیزه داشتن و موتیویشن و اینجور چیزا هستم، به خاطر اینکه اون انگیزه و موتیویشن فقط اون اول کار، مثل جرقه، مثل نیروی محرکه اگه اشتباه نکنم تو فیزیک یادمه که یه انرژی همون اول کار نیاز داری که فقط استارتشو بزنی، ولی در طی مسیر خیلی کمکت نمیکنه. مثلا یادم نمیاد توی مسیر ورزشم مثلا 2 ماه 3 ماه دیگه ورزشم گذشته بود خیلی بخوام منتظر این باشم که مثلا من انگیزه داشته باشم، چون نهایتش اون هفته اول خیلی شور و شوق داشتم و بعدش اون شور و شوقه کمتر میشه. و حالا چجوری میشه اصلا این جرقه یه ذره بیشتر نگه داشت؟ باز بستگی به هر کسی داره. من به شاگردام خیلی میگم که اون اول چرات خیلی مهمه. یعنی حتی مربی خودم و حتی کسایی که اون اول مسیر، من خودم خیلی اطلاعات نداشتم از ورزش و فیتنس، چیزی که خیلی بهم یادآوری میکردن این که اصلا گلت چیه، هدفت چیه. و خب من اینجوریم که بابا خب اوکی هدفم اینجوری که خوب شکل شم، مثلا بدنم فیت‌تر بشه و اینا. بعد میگفتن که نه، اسپسیفیک بشو، جزئی تر بشو توی هدفی که داری. و من فقط میخواستم انجامش بدم و تو ذهنم این بودش که خب مثل هر کسی دیگه که میخواد خوش‌شکل شه، خب منم میخوام خوش‌شکل شم. ولی مهمترین چیز اینه که برای اون چرات، مثلا دلیل این که چرا میخوای شروع بکنی، ساعت‌ها یا حتی روزها وقت بذاری و بنویسیش، یه جا داشته باشی و دقیق بدونی که میخوای چیکار کنی. چون من حتی میبینم رو شاگردایی که جلسه اولشونه و میان پیش من و میگن که فقط برای سلامتی میخوام ورزش کنم، در صورتی خوبه ها، دلیل خوبیه، نمیگم بده، ولی اینی که هیچ چیز دقیقی تو ذهنشون نیست، هیچ تصویر دقیقی ندارن از اینکه هم از لحاظ ظاهر چه بدنی میخوان و هم از لحاظ درونی میخوان حالا به چه چیزایی برسن، هم از لحاظ منتال هلت، از لحاظی که استرسشون کمتر بشه. هیچ تصویر دقیقی ندارن و این تصویر دقیق نداشتن، اینکه دقیقاً نمیدونی میخوای چیکار کنی و اصلا هدفت چیه و چرا شروع کردی، احتمال اینکه طی مسیر بیخیال بشی و اصلا همون هفته اول، هفته دوم دیگه بذاری کنار، خیلی بیشتر و بیشتر میشه، چون یادت میره که چی میخوای. خود من که اول مسیرم بعد از اینکه مربیم بهم پیشنهاد دادش که یه ذره جزئی تر بشم توی هدفی که دارم، نشستم واقعا نوشتم و هنوز من دفترچه رو دارم. و خب متاسفانه اول مسیرم من فقط میخواستم لاغرتر بشم، در صورتی که همچنان لاغر بودم. درسته که هدفم خیلی درست نبودش، ولی میخوام بهتون بگم که تا حد زیادی فقط به اینکه شما رو یه ذره انگیزه بده و یه تصویر ذهنی داشته باشید که وقتی دارید ورزش میکنید بدونید که قراره به یه جایی برسه. چون صرفا اینجوری باشید که اوکی من میخوام مثلا سالم و سلامت باشم و اینا،
یه روز شل میگیری، بعد دوباره هفته بعدی، بعد دو سه هفته دیگه میای فکر میکنی که اگه بری جبران میشه و اوکیه و حله، در صورتی که تا وقتی که برنامه نباشه، تا وقتی که ندونی دقیقا میخوای چیکار کنی، اون نتیجه که میخواد بده رو واقعا نمیده. نکته بعدی داشتن یه فردی هستش که بهتون کمک کنه. قطعا خب میدونیم که هر کسی با مربی اگه شروع کنه توی جایی که بدونه خیالش راحت باشه که برنامه مشخص داشته باشه، خیلی نتیجه بهتری میده. ولی خب من میتونم بگم بیش از 80-90% افرادی که دور برم هستن، چه الان چه قبلا که اصلا تو فیلد فیتنس نبودم، اصلا تو ذهنشون انگار جای خاصی نداره که آقا میخوای شروع کنی، استارتت باید حتما با مربی باشه. کاری ندارم به این که پرسونالیتیت، شخصیتت اینجوری هستش که دوست داری خودت انجام بدی، چون من اینجوریم. من به عنوان مربی که خودم مثلا قبول دارم که آقا اولش باید کسی بهت کمک کنه، شخصیتم این شکلی که خودم میخوام انجام بدم، اصلا نمیخوام از کسی کمک بگیرم. همین الانش یه چیزی رو میخوام جدید شروع کنم، حاضرم دست به هر کاری بزنم، یعنی خودم هزاران بار اشتباه کنم ولی خودم یادش بگیرم، در صورتی که خیلی جایی باعث میشه که خیلی به تأخیر بندازه. اون مراحل اول که انقدر سخته و دست پا میزنی، یه کسی باشه حتی راهنماییت کنه و گایدت کنه، میتونه جلوگیری کنه از خیلی از آسیب‌ها، از خیلی از هزینه‌هایی که بعداً باید در آینده کنی و از خیلی از، حالا نه فقط هزینه بلکه از لحاظ تایم و اینا چقدر قراره هدر بره، فقط به خاطر اینکه اون اول خود تنهایی باید فیگر اوت کنی همه چیو. و خب اکثر افراد این شخصیتو دارن که نمیخوان کسی کمک بگیرن و یاد بگیرن. ولی داشتن مربی با تجربه یا اصلا کسی که بهش اعتماد دارید که میدونید که حرکات درست انجام میده و توی این مسیر تا یه حدی پیش رفته، خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه که اول از همه آسیب نبینید و دوم اینکه از لحاظ وقت و هزینه اذیت نشید. نکته آخر این هستش که پرفکشنیست نباشید. خیلی هم چیز سختیه. من کسی رو ندیدم دور و برم که ایدئالگرا نباشه، 0 و 100 نباشه، چون خیلی از شاگردان روز اول میگن که آره من اینجوریم که یا 0 میگیرم یا کلا دیگه انجام نمیدم، من اینجوریم که 0 یا 100، همه اینجورین. مثلا مغز ما اینجوری تنظیم شده که یا تا ته قضیه رو میره یا کلا انجام نمیده. و خب این یه چیزی هستش که یواش یواش هممون باید با هم تمرین کنیم. خود من ورزش که سبک زندگیم شده قطعا برام راحته، ولی چیزایی دیگه که میخوام شروع کنم، مثلا دویدن کلا ورزش‌های هوازی برای من چالشیه که من وقتی شروع میکنم 1 روز 2 روز 3 روز پرقدرت ادامه میدم و روز 4م اصلا یادم میره که چرا شروع کردم. و خب اینو برمیگردیم دوباره نکته اول که بهتون گفتم چراتون خیلی مهمه، چون اون چراه و دقیق شدن تو هدفی که داری در حین مسیر میتونه کمکتون کنه و باعث میشه که در مورد ایدئالگرا بودنتون یه روزی اگه انجام ندادین اینو یادتون باشه که آقا من یه هدفی دارم که قراره بهش برسم و با 1 روز 2 روز 3 روز شل گرفتن اشکال نداره، از لانگ از این که دوباره برگردن به مسیر دوباره همه چی اوکی میشه. و یه چیز دیگه هم این هستش که در طی مسیرتون کلا تو زندگیتون تمرین کنید که خیلی از کارا رو عادت کنید به این که اگه نصف نیمه انجام دادم اشکال نداره. یا من خودم یه سری چیزا رو از قصد، مثلا یه سری خیلی اهمیت میدن که لباسشون، موهاشون 100% مرتب باشه، همه چیشون خیلی شیک باشه. من خودم از قصد بعضی اوقات چه در مورد استایل چه در مورد غذا خوردن یه سری چیزا رو 70% 60% انجام میدم و اول مسیر خیلی برام سخت بود این که خودم رو مجبور کنم که اوکی باشم، که قرار نیست همیشه همه چیز عالی باشه و هیچ صدی وجود نداره، هیچ عالی بودنی وجود نداره. و در طی مسیر وقتی این عادتهای کوچیک رو ادامه میدی، بعد 1 ماه 2 ماهی که به چشم میاد، توی 1 هفته هیچ وقت به چشم نمیادش. پس یه جمع‌بندی کلی بکنیم.
نکته اول این بودش که تو چراتون دقیق بشید، اسپسیفیک بشید، رو کاغذ بیارید، رو دیوارتون بزنید، هر کاری میخواید بکنید ولی دقیق بدونید که هدفتون چیه و اصلا چرا میخواید این سبک زندگی رو شروع کنید. نکته دوم این بودش که از یه فرد با تجربه، مربی یا هر کسی که بهش اعتماد دارید کمک بگیرید و از اینکه از کسی یه چیزی رو یاد بگیرید نترسید و اینقدر تو این قضیه صفر نباشید. نکته سوم و نکته آخرمونم این بودش که سعی کنیم تمرین کنیم که پرفکشنیسم نباشیم و بدونیم که یه سری کارا رو اگه 50% 60% هم انجام بدیم اشکال نداره، چون تا وقتی که ادامه بدیم و این عادتهای کوچیک رو کنار هم دیگه بچینیم در طولانی مدت هستش که بهمون جواب میده. یه نکته کاربردی هم که قرار بود بهتون بگم این آخر، قانون 3 ثانیه هستش. نمیدونم شنیدید قبلا یا نه، ولی مغز ما 3 ثانیه وقت میخواد تا اینکه به یه چیزی فکر کنه و پروکرستینیت کنه و کارو بخواد انجام نده. و خیلی از دانشمندا یعنی به نتیجه رسیدن که اصلا اگه یه کاری هستش که خیلی وقتی میخواید انجام بدید و یه پشت گوش میندازید، به مغزتون اون وقت رو ندید که بخواد عقب بندازه و قبل از اون 3 ثانیه بپرید و انجامش بدید. من این کار رو توی کولد پلانج خیلی امتحان کردم که حالا استخر آب یخ هستش که من از آب یخ متنفرم و هر موقع که میخوام انجامش بدم مثلا میگم 1 2 3 و فقط شیرجه میزنم و انجامش میدم. در مورد ورزش کردن، در مورد هر چیزی که مدت هاست میخواید انجام بدید و پشت گوش میندازید، این نکته خیلی کمک میکنه و مثل یک عضله هستش که هرچی تمرینش میدید قوی تر میشه. این بخش از مغزتون هم هر چقدر روش کار کنید براتون راحت تر میشه. پس همین الان که این ویدیو رو داریم میبینی میتونه هر چیزی باشه، میتونه اصلا هیچ ربطی هم به ورزش کردن نداشته باشه، میتونه فقط بلند شدن و یکیشو قرص دادن به بدنت باشه، یا میتونه حتی درست کردن یه دستور پختی باشه که خیلی وقت تو اینستا سیوش کردی و مدت هاست که میخوای بری درست کنی. بعد از این ویدیو بگو 1 2 3 و فقط برو انجامش بده. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. کسایی که ورزشکارن حتما برامون کامنت بذارن. یه نکته کوچیکی که توی مسیرشون امتحان کردن بهشون کمک کرد و کسایی هم که هنوز شروع نکردن، اگه نکته جالبی تو این ویدیو بود که قراره برید امتحان کنید حتما با اون به اشتراک بذارید. پس تا یه چی بزنیم دیگه از پارادایم. خداحافظ.